این هفته خبر تو خبر داره براتون از رئیس جمهور زرشکی عظما که از دولت خامنه‌ای اینطوری رونمایی کرد. وزیر ارشاد که دیگه اصلا نمی اومد، آقا بهش دستور داده اومده. حالا دیگه من نمیخوام این حرفا رو بزنم، چرا منو وادار میکنید مثلا حرفی بزنم؟ ایشون رو صدا کردم، اومد صحبت کردم، هی میگفت نه رفتم خدمت آقا گفتم آقا این نیسته، اینا هستن. گفت اون نیم، گفتم اون نیومد. همونجا تلفن رو گرفت گفت بهش میگید پاشو بیا. یعنی اینجوری نی. من نمیخوام من میخوام بگم هماهنگ شدیم اومدیم اینجا. شما بپذیرید از ما. همه این عزیزان رو، خانم صادق مالداری رو اصلا خود آقا گفتن که باشه. آخه چرا دارید منو وادار میکنید یه چیزایی که نباید بگم؟ همه این عزیزان با هماهنگی، با به اصطلاح تفاهم اومدن اینجا. خیلی از آدمایی که یه ذره شک توش بود ما بدونیم که بگیم نیاوردیم تو لیستا. جک و جونورای عظما هم برای این رئیس جمهور پنبه‌ای پپسی باز کردن و گفتن اصلا وفاق یعنی همین. جناب آقای مؤمنی جز نیروهای مخلص این مردم، همیشه در کنار مردم بوده، همیشه کارهای مردمی کرده. روی کردش یک روی کرده تغییر و اصلاح طلبانه است، هرچند که اصولگراست. و این وفاق یعنی همین. وفاق یعنی اینی که از اون طرف بشنوید از اصلاحاتی‌های کنف شده که وفاق مورد نظر پزشکیان رو اینطوری ترجمه کردن. آقای رئیس جمهور خلاصه گفته وفاق ملی. خب تو وفاق ملی که این دولتی رو که الان تشکیل داده وفاق با حاکمیته. وفاق ملی من نمیتونم یعنی اسمش رو کابینه بذارم. پیشنهادی. بله. وفاق با حاکمیت خوب اومده به اصطلاح طرح کرده و تونسته وفاق با حاکمیت. بعضی هم که مثل این بدجوری سنگ روی یخ شده بودن دق و دلیشون رو اینطوری خالی کردن. این آبروی ماست که در فضای مجازی به علت حمایت از شما همچون توپ فوتبال لگدمال می شود و شما و یارانتان تکتان هم نمی گزد. خلاصه این که پزشکیان خیلی ژست و فیگور گرفته بود اما النهایه اینطوری شد. توی این اوضاع و احوال بعضی از کارشناسای ریزشی نظام هم پیدا شدن که پته عظما و اصلاحاتی ها رو اینطوری روی آب ریختن. گرا دادن اصلاح طلبا به حاکمیت هم پیامو شنید، گفت یه آدم بی خطری رو بیاریم آقای پزشکیان دیگه حدیث بخونه آیه بخونه جوار بده. آقای پزشکیان استعداد توافق سازی دارد بر اساس اینکه سهمیه ها را بدهد، حق و سکوت ها را بدهد. درست بر همین اساس تضادها کوتاه مدت پنهان باقی میمونن، خیلی سریع تضاد منافع دوباره برجسته میشه. نتیجه این که حال عظما و رئیس جمهورش و نظامش بده، خیلی هم بده. حال جامعه بده، حال نظام سیاسی بده، حال رئیس جمهور هم بده. این وضعیت بد یه شرایط جدید بحرانی رو فراهم کرده که باید یه جایی دنبال مفری گشت، راه حلی براش پیدا کرد. حالا دیگه خودشون هم اعتراف میکنن که اصلاحات و تغییر و این حرفا توی این نظام کشکه و این دولت خامنه‌ایه. بالاخره آقای رئیس جمهور مجبوره بیاد چک بکنه مورد به مورد با آقای خامنه‌ای، با دیگران، اینو با اون، اونو با اون. استقلالی وجود نداره. وقتی استقلال وجود نداره چجور میشه انتظار داشته و یک فرد بیاد وعده‌های خودشو بخواد عملیاتی بکنه؟ مگه شدنی است؟ این هم یک تصویر شماتیک از استقلال عمل رئیس جمهور عظما. توی این اوضاع و احوال بیریخت بعضی ها مثل این نوچه عظما پیدا شدن که اومدن از پزشکیان تعریف کنن اما دو بامبی کوبیدن تو سرش.
یه نقطه ضعف دیگه‌اش که به نظر من نقطه ضعف مشروطه. اگر آقای پزشکیان خودش راهبرد داشت، خودش برنامه داشت، ببینید اون موقع با این کابینه نمیشد اجراش کنه، چون این کابینه به قول معروف حالت شترگاه پلنگ داره از جهت فکری. بنابراین اگر برنامه مال آقای پزشکیان بود این کابینه جالب نبود. ولی وقتی برنامه از خودش نیست، برنامه در تراز نظام، آدما هم که ورده همه آدمای نظامن، بنابراین من از جهت اجرا خیلی اختلاف نمیبینم مگر کسی ضعیف باشه. با این حساب نحوه پیشبرد کار توی نظام ولایت یه چیزی توی این مایه هاست. توی همین روزا یه عده‌ام پیدا شدن که این حرفای پور محمدی قاتل در زمان نمایش انتخابات رو کوبیدن تو ملاج پزشکیان. ببین آقای پزشکیان آدم خیلی خوبیه، به ایشون احترام میذارم، ولی ایشون مربی خوبی نیست، مربی توانمندی نیست. دیگران ادارش خواهند کرد. یک تفکر منسجم مدیریت کشور، عالی کشور رو نداره، نه تجربهشو داره، نه قدرت جمع‌بندی و ایجاد همبستگی و اجماع سازی داره. حتی تو بلوک فکری خودش هم من دچار پراکندی خواهد شد، تو طرفداران خودش هم دچار پراکندی خواهد شد. من نگرانم. اما همه این جنگ و دعواها باعث نشد که حرف اصلی پنهون بمونه و مجبور شدن ضربه پتک تحریم رو به همدیگه یادآوری کنن. یادمان نرود 50% از جمعیت رأی ندادن، یعنی 50% جامعه نمیخواهم بگویم دشمنم، حداقل این که ما رو قبول ندارن. نگذارید آنان به ریش ما بخندن که ما برای یک موضوعات اینچنینی بخواهیم خدای نکرده حرفی بزنیم که درست نباشد. این یکی کارشناس هم تعارفات رو کنار گذاشت و یه پرده از آینده‌ای که در انتظار عظما هست رو کرد. قطع و یقین بایستی که ما شاهد رشد این اعتراضات به صورت گسترده در کشور به این سیاست‌هایی که سیاست‌های در واقع اقتصاد رفاقتی غارتی هست در واقع بایستی که به زودی شاهدش باشیم. مگر اینکه هنوز هیچی نشده بزن توی نظام ولایت شروع شده و حتی توی تیویریش هم اینطوری بحران‌ها رو به گردن هم میندازن. که ما تابستون اومده دوباره قطعی برق شروع شده، برگشتن منوال 3 سال گذشته. کی اومده؟ و قطعی برق. یعنی این قطعی برق مقصر آقای پزشکیان؟ من نمیدونم مقصر هر کی هست، ولی ما می‌بینیم تو 3 سال مقصر آقای پزشکیان هنوز دولتش تشکیل نشده. یادت نره ما در مورد کیفی. حالا بشنوید از این مشنگ مالکش که میگه قطعی برق توی ایران که چیزی نیست، لندن رو بچسبید که توش کشت و کشتاره. توی انگلیس که تازه انگلیس آمال مهاجرینه، یعنی کسایی که میان توی اروپا میرن زیر کامیون که برن لندن، یعنی از فرانسه زیر کامیون خودشو تازه میخواد بره اونجا. حالا اونجا چجوریه؟ روزی 50 نفر حدوداً از سرما میمیرن. در زمستان سالیانه مثلا فکر میکنم آمار سال 2022 تا 2023 بوده که 50,000 نفر 5,000 نفر فوت شدن از سرما. حالا با هم یه نگاهی به دستاوردهای اقتصادی نظام بندازیم. 50,000 ریال ایران، 50,000 ریال عمان. از عمان بریم به عراق و ارزش ریال در برابر دینار عراقی رو ببینیم. الان چند دینار؟ 41,000 تومان. هر دینار عراقی؟ آره. میشه نشونمون بدیم مثلا اون قرمزه چقدره؟ این 50 دیناره. در میاد 2,50,000 تومان. خب دیگه این 1,25,000 تومان. 25 دیناره. این 1 دینار 41,000 تومانه. این 10 دیناره در میاد 410 تومانه. اگر بپرسید این وسط آخوندا چه غلطی دارن میکنن، جواب این کارشناس اقتصادی نظام رو میذارن جلوتون که خیلی خلاصه میگه مشغول اوقاف خوری هن. همه رانت‌ها و همه امکانات اقتصادی رو خوردیم برادر. هیچ چیز دیگه برای خوردن وجود نداره.
هیچ رانتی دیگه برای توزیع بین وفاداران حکومت وجود نداره. اجازه بدید در حضور این دوربین شما، اگر شما جرأت و جسارت انتشارش رو داشته باشید بهتون بگم. نمادش آقای صدیقیه دیگه. ماجرای آقای صدیقی نشون میده افتادیم به اوقاف خوری که یه پدیده کاملا رایجی سلام. حالا یه نمونهش فقط زده بیرون. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این روزمای در به در، دمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.